گفته است، درباره خدا نیز دروغ نخواهد گفت. در واقع معراج تنها سفری میان زمین و آسمان نبود. آزمونی برای قلب‌ها بود. آزمونی که آشکار کرد چه کسی ایمانش بر یقین بنا شده و چه کسی تنها تا زمانی همراه است که همه چیز مطابق محاسبات عادی باشد. اما آثار معراج به همان شب محدود نشد. سالها بعد، هنگامی که مسلمانان به مدینه هجرت کردند و دولت اسلامی شکل گرفت، نماز همچنان یادگار زنده آن شب باقی ماند. هر اذان انعکاسی از معراج بود. هر سجده یادآور آن سفر آسمانی بود. هر بار که مؤمنی رو به قبله می ایستاد، در حقیقت هدیه‌ای را به جا می آورد که در بلندترین نقطه معراج به امت اسلام عطا شده بود. دانشمندان اسلامی بارها گفتند که نماز معراج مؤمن است. نه به این معنا که انسان همان سفر پیامبر صلی الله علیه و آله را تکرار می کند، بلکه از آن جهت که نماز نزدیکترین حالت بنده به پروردگارش است. به همین دلیل در احادیث آمده است که نزدیکترین حالت بنده به خداوند هنگام سجده است. و چه ارتباط عمیقی میان این حقیقت و شب معراج وجود دارد. شبی که بزرگترین پیامبر الهی به بالاترین مقام قرب رسید. اما داستان معراج تنها درباره یک معجزه خارق العاده نیست. این داستان درباره امید است. درباره این حقیقت که پس از سخت‌ترین روزها گشایش الهی فرا می‌رسد. درست زمانی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عام الحزن را پشت سر گذاشته بود، درست زمانی که طائف او را طرد کرده بود، درست زمانی که دشمنان تصور می‌کردند دعوت اسلام در حال ضعف است، خداوند او را به سفری برد که نشان داد قدرت واقعی در دست چه کسی است. قریش در مکه قدرت داشتند، اما مالک آسمانها و زمین خداوند بود. آنان می توانستند مردم را آزار دهند، اما نمی توانستند مانع اراده الهی شوند. آنان می توانستند پیامبر را تمسخر کنند، اما نمی توانستند نور رسالت را خاموش کنند. سالها بعد همان مردی که در مکه مورد تمسخر قرار گرفته بود، با پیروزی وارد این شهر شد و همان دینی که دشمنان می‌خواستند نابودش کنند، به سرعت در سراسر جزیره عربستان گسترش یافت. امروز قرنها پس از آن شب شگفت‌انگیز، میلیاردها مسلمان در سراسر جهان هر روز 5 بار نماز می‌خوانند. نمازی که هدیه شب معراج است. هدیه‌ای که از آسمان به زمین رسید. هدیه‌ای که نسل به نسل منتقل شد و یادگاری که تا پایان جهان باقی خواهد ماند. شب معراج تنها روایتی از گذشته نیست. نشانه است از اینکه قدرت خداوند فراتر از تمام محدودیت‌هایی است که انسان می‌شناسد. نشانه ای از مقام والای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و یادآوری این حقیقت که گاهی پس از تاریک ترین شب‌های زندگی درهایی گشوده می‌شوند که هیچ انسانی انتظارشان را ندارد. در آن شب سفری از مکه آغاز شد. سفری که از مسجد الحرام گذشت، به بیت المقدس رسید. از آسمان‌های هفتگانه عبور کرد. به سدرة المنتهی نزدیک شد و پاک هدیه‌ای جاودانه برای امت اسلام به پایان رسید. اما اثر آن سفر هرگز پایان نیافت، زیرا هر بار که ندای الله اکبر در گوشه‌ای از جهان طنین انداز می شود، پژواک همان شبی است که زمین و آسمان به فرمان خداوند به هم پیوند خوردند و رسول خدا محمد صلی الله علیه و آله و سلم برخی از بزرگترین نشانه‌های پروردگار خویش را مشاهده کرد. سالها گذشت، نسل‌هایی آمدند و رفتند. امپراتوری‌هایی که خود را شکست ناپذیر می‌دانستند در صفحات تاریخ محو شدند. پادشاهانی که گمان می‌کردند نامشان برای همیشه باقی خواهد ماند، به خاطره‌ای دور تبدیل شدند.
اما حادثه‌ای که در آن شب رخ داد هرگز از یادها نرفت. زیرا معراج تنها یک معجزه نبود. معراج نقطه‌ای بود که زمین و آسمان در آن به یکدیگر رسیدند. هرچه مسلمانان بیشتر در آیات قرآن و احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تأمل کردند، ابعاد تازه‌ای از آن شب آشکار شد. یکی از شگفت‌انگیزترین بخش‌های این ماجرا زمانی است که به وزیدیه جهان در آن دوران نگاه می‌کنیم. در آن زمان اسلام هنوز در مکه تحت فشار بود. مسلمانان اقلیتی کوچک به شمار می‌رفتند. هیچ ارتش بزرگی وجود نداشت. هیچ حکومت اسلامی شکل نگرفته بود. هیچ نشانه ظاهری از قدرت سیاسی دیده نمی‌شد. اگر کسی تنها با معیارهای مادی به اوضاع نگاه می‌کرد، شاید تصور می‌کرد آینده‌ای برای این دعوت وجود ندارد. اما در همان روزها خداوند پیامبر خود را به سفری برد که پرده از حقیقتی بزرگ برمی‌داشت. حقیقت این بود که سرنوشت اسلام را قریش تعیین نمی‌کرد. سرنوشت اسلام را خداوند تعیین می‌کرد. این پیامی بود که در سراسر معراج دیده می‌شد. در مکه مشرکان قدرت داشتند، اما در آسمان‌ها فرمان تنها از آن خداوند بود. در مکه دشمنان می‌توانستند تمسخر کنند، اما در عالم بالا فرشتگان به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خوشامد می‌گفتند. در مکه او را ساحر و شاعر می‌نامیدند، اما در آسمان‌ها پیامبران الهی او را به عنوان برادر و پیامبر خدا استقبال می‌کردند. همین تضاد یکی از عمیق‌ترین پیام‌های معراج را در خود دارد. بسیاری از بزرگترین تحولات تاریخ زمانی آغاز شده‌اند که در ظاهر هیچ نشانه‌ای از پیروزی دیده نمی‌شد. معراج دقیقاً در چنین لحظه‌ای رخ داد. در اوج فشار، در اوج اندوه، در اوج تنهایی ظاهری. و شاید به همین دلیل است که این حادثه تا امروز برای میلیون‌ها انسان الهام بخش باقی مانده است. اما شگفتی‌های آن شب تنها به خود سفر محدود نمی شود. وقتی به نماز نگاه می کنیم، در حقیقت هر روز با یادگار زنده معراج روبرو هستیم. 5 بار در شبانه روز، در هر نقطه از زمین، در هر زبان و فرهنگی، مسلمانان رو به قبله می ایستند، دستها را بالا می آورند، تکبیر می گویند، رکوع می کنند، سجده می کنند و بی آنکه بسیاری از مردم به آن توجه کنند، این عبادت مستقیما به آن شب تاریخی پیوند خورده است. هیچ فریضه‌ای در اسلام چنین جایگاهی ندارد. روزه رمضان در زمین فرض شد. زکات در زمین تشریع شد. بسیاری از احکام دیگر از طریق وحی بر زمین نازل شدند. اما نماز در شب معراج عطا شد. گویی خداوند می‌خواست اهمیت ویژه این عبادت برای همیشه در ذهن امت باقی بماند. به همین دلیل هرگاه مسلمانان نماز را سبک بشمارند، در حقیقت از بزرگترین هدیه آن شب فاصله گرفتند و هرگاه آن را حفظ کنند، رشته‌ای را حفظ کردند که به یکی از عظیم‌ترین لحظات تاریخ اسلام متصل است. از سوی دیگر، معراج تصویری از جایگاه واقعی پیامبران الهی نیز ارائه می‌دهد. در طول تاریخ برخی مردم میان پیامبران تفرقه ایجاد کردند. برخی گروهی را پذیرفتند و گروهی دیگر را انکار کردند. اما در مسجد الاقصی همه پیامبران در یک صف قرار گرفتند. همه آنان بندگان خدا بودند. همه آنان مردم را به توحید دعوت کردند. همه آنان برای هدایت انسانها فرستاده شدند و همه آنان پشت سر خاتم پیامبران نماز گزاردند. این صحنه وحدت پیام آسمانی را نشان می‌دهد. از آدم علیه السلام تا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، از نخستین پیامبر تا آخرین پیامبر، دعوت یکی بود: پرستش خدای یگانه، اطاعت از فرمان او و آمادگی برای روزی که همه انسانها در برابر پروردگارشان خواهند ایستاد. اما شاید یکی از تأثیرگذارترین لحظات معراج
دیدار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با موسی علیه السلام باشد. هر بار که رسول خدا برای کاهش تعداد نمازها باز می‌گشت، موسی دوباره او را نصیحت می‌کرد. این صحنه تنها یک گفتگو نیست، بلکه نشان دهنده دلسوزی پیامبران نسبت به امت هاست. موسی علیه السلام می‌دانست که انسان‌ها با چه دشواری‌هایی روبرو هستند. او سالها با بنی اسرائیل زندگی کرده بود. سالها رنج هدایت مردم را تحمل کرده بود و به همین دلیل برای امت محمد صلی الله علیه و آله نیز خیرخواهی می‌کرد. این تصویر برادری پیامبران را نشان می‌دهد. برادری که فراتر از زمان و مکان است. همچنین معراج یادآور حقیقتی بزرگ درباره جهان غیب است. انسان معمولاً تنها آنچه را می‌بیند باور می‌کند. اما قرآن بارها تأکید می‌کند که زندگی تنها به آنچه چشم می‌بیند محدود نیست. فرشتگان وجود دارند. بهشت وجود دارد. دوزخ وجود دارد. حساب و کتاب وجود دارد. و جهانی بسیار گسترده تر از آنچه انسان در زندگی روزمره تجربه می‌کند در پس این عالم نهفته است. معراج پرده‌ای کوتاه از آن حقیقت را کنار زد. نه برای اینکه تمام اسرار آشکار شود، بلکه برای اینکه انسان بداند حقیقت بسیار بزرگتر از آن چیزی است که با حواس خود درک می‌کند. در واقع یکی از دلایل مخالفت مشرکان نیز همین بود. آنان می‌خواستند همه چیز را با معیارهای محدود خود بسنجند. می‌خواستند معجزه‌ای الهی را با قوانین عادی کاروانها و سفرهای زمینی مقایسه کنند. اما معراج نشان داد که وقتی خداوند اراده کند، محدودیت‌های شناخته شده بشر معنایی ندارند. همان خدایی که آسمان‌ها و زمین را آفرید، همان خدایی که دریا را برای موسی شکافت، همان خدایی که آتش را بر ابراهیم سرد و ایمن ساخت، همان خداوند قادر بود پیامبر خود را در یک شب از زن به آسمان‌ها ببرد. قرنها بعد دانشمندان، فیلسوفان و اندیشمندان بسیاری درباره این حادثه سخن گفتند. اما برای مؤمنان اصل ماجرا هرگز تنها یک بحث تاریخی یا فلسفی نبود. معراج بخشی از ایمان بود. بخشی از اعتمادی که مسلمانان به خداوند بر رسول او دارند. اعتمادی که ابوبکر صدیق رضی الله عنه در همان نخستین ساعات پس از اعلام معراج نشان داد. شاید به همین دلیل باشد که نام او تا امروز با لقب صدیق گره خورده است. زیرا در لحظه‌ای که بسیاری دچار تردید شدند، او حقیقت را بیدرنگ تصدیق کرد. و این درس بزرگی برای تمام نسل هاست. ایمان واقعی تنها زمانی ارزش خود را نشان می‌دهد که آزمون فرا برسد. شب معراج فقط درباره بالا رفتن به آسمان ها نبود، بلکه درباره بالا بردن نگاه انسان از محدودیت‌های زمین به عظمت پروردگار بود. اگر از این مستند لذت بردید، حتما ویدیو را لایک کنید. دیدگاه خود را در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید و برای تماشای روایت‌های مستند بیشتر از تاریخ اسلام کانال را دنبال کنید. و تا رای بعدی، الله نگهدارتان.